اینجا ایران است. زبون فارسی، دین عربی، نسخه انگلیسی، جنس چینی، کارگر افغانی، کتاب دکور است، روزنامه تبلیغ است، آزادی نام میدان است، استقلال نام تیم است، شعار دادن آسان است، پینه بر دست آر است و پینه بر پیشانی افتخار است. اینجا ایران است. آدماش فقط توی ترافیک پشت همن. ملت همیشه گریان، همیشه در صحنه نیز در حال عبادت جهت رفتن به بهشت. اینجا ایران است. ببخشید پرواز 17:45 چه ساعتی میشینه؟ ببخشید اتوبوس 9:30 ساعت چند حرکت میکنه؟ ببخشید کارت شارژ 2 تومانی دارید؟ چنده؟ اینجا ایران است. میری زن بگیری میگن خونه داری؟ میری برای خرید مسکن ثبت نام کنی میگن زن داری؟ میری دنبال شغل میگن متأهلی؟ میری متأهل بشی میگن شغلت چیه؟ اگه حرف دل شما هم بود لایک و اشتراک گذاری فراموش نشه و همچنین اگه به مطالب تاریخی علاقه دارید این